وزدني إيمانا من قلبي الحيران ناديت يا منان وأمرني بالغفران وزدني إيمانا ذنبي تعلاني للذل أردني ذنبي تعلاني. تشکر استاد سلیمانی عزیز. شما دو نکته را اشاره کردین. یک نکته این بود که گفتن اسما و صفات الله متعال آن اسما یا صفاتی است که الله متعال خودش در قرآن کریم یا توسط وحی دیگر بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و بر زبان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای الله متعال ثابت کرده باشند. پس این آمد این دروازه را بست دیگه، این راه اجتهاد و راه تصرف انسان ها اینجا دیگه نیست. یقینا همین موضوع رو که شما اشاره کردید همین طوری هست. ما وقتی که صحبت میکنیم از الله متعال یعنی داریم صحبت میکنیم از غیب، یعنی داریم صحبت میکنیم از اون چیزی که ما از او اطلاع نداریم. الله متعال، ایمان به الله متعال که از خود ایمان به الله متعال ایمان به غیب است. یعنی غیب آن چیزی که ما نمیبینیم. نبی معنی که وجود نداره، یعنی ما هست ما نمیبینیم. و ایمان به بهشت همین حکایت داره، ایمان به دوزخ همین حکایت داره. ما در آنچه که ایمان به غیب است ما از پیش خود نمیتونیم بیایم از پیش خودمون همینجوری بگیم که خب اینطوری هست یا اینطوری هست. یا الان خصوص در باب الله متعال باز ما قیاس هم نمیتونیم بگیریم. ما وقتی که در باب غیب نسبت به الله متعال هر آن چیزی که درباره شناخت الله متعال اسما و صفات الله متعال قراره که ما برای الله متعال ذکر بکنیم باید از طرف خود الله متعال در کتابش و یا اینکه به زبان رسول صلی الله علیه و سلم ذکر شده باشه و اون موقع ما میتونیم این رو بپذیریم. درست. اون موقع ما میتونیم این رو به عنوان اسما و صفات الله متعال بپذیریم و باب اجتهاد در این باب در بحث اسما و صفات الله متعال و در هر بحث اعتقادی دیگری چون بحث غیب است کاملا بسته است و ما فقط باید تابع آن چیزی باشیم که الله متعال و یا رسول الله صلی الله علیه و سلم در آیات و روایاتشون ذکر فرمودند. همچنان شما گفتین امن‌ترین و مطمئن‌ترین راه برگشت به کتاب و احادیث صحیح است. یعنی هر برداشتی که ما بکنیم از این آیاتی که در مورد اسما و صفات آمده و در احادیثی که وارد شده یا مکلف هستیم به فهم سلف برگردیم. ما بحث این است که چون ما اگر بخوایم اشاره کنیم قیاس بکنیم هدفم این بود که سوی فهم صورت ما الان در اسما و صفات هم وقتی که حتی اسما و صفات هم که ذکر میشه در خود قرآن کریم هم ما نمیتونیم این اسما و صفات رو طبق برداشت شخص خودمون بریم چون مسئله ما خیلی وقتا یک چیزی رو قیاس میکنیم. صفاتی هست که ما در اقسام صفات وقتی که داخل میشیم صفات الله متعال برخی از این صفات ظاهرش شباهت داره با برخی از صفاتی که نزد مخلوقات الله متعال هست. به همین خاطر برخی ها در آمده اند در قیاس بین این صفات و صفات مخلوقات الله متعال دچار الحاد شدن. اون چیزی که الله متعال میفهمند یلحدون فی اسماء، شما مثل اونها نباشید، مثل کسانی که الحاد کردن. و راه نجات از این الحاد چیست که ما برگردیم به قرآن کریم و برگردیم به سنت صحیح رسول صلی الله علیه و سلم که این رو ما حالا بهش میگیم فهم درست از کتاب و سنت. به هر حال بزرگان اهل سنت از ائمه اربعه و از بقیه بزرگان محدثین و فقهای ما که و قبل از اون صحابه رسول صلی الله علیه و سلم و مهمتر از همه رسول الله صلی الله علیه و سلم و خود قرآن کریم اصلا در وهله اول که مثلا میفهمد در سوره مبارکه شورا 11 که لیس کمثله شیء، هیچ چیزی مثل آنچه که ما از اسما و صفات برای الله متعال ذکر میکنیم این یک قاعده کلی است که لیس کمثله شیء، درست، هیچ ذاتی به مانند الله متعال نیست و هو السمیع البصیر، در سمیع است و شنوایی مطلق است و بینایی مطلق و همچنین در سوره مبارکه اخلاص ولم یکن له کفوا احد و هیچ همتای الله متعال نداره. پس این موضوع هم ما در بحث اسما و صفات توقیفی است. کل اعتقادات توقیفی است. یعنی بحث ما در اعتقاد همون گونه که عبادات هیچ عبادتی اجازه نداریم انجام بدیم مگر اینکه در کتاب و سنت صحیح ثابت باشه. در اعتقاد مهمتر از عبادات هست. دقیقاً. چون خیلی از عبادت‌ها خود عبادت ظاهرش درست است اما چون اصل موضوع اعتقاد مشکل داره انسان عبادتش هم ترک میشه و قبول نمیشه درست. و هباء منثورا میشه. درست. ما در اعتقادات یه قاعده کلی داریم که عند خصوص در اسماء و صفات باز تأکید بیشتری بر این میشه که اینا همه توقیفی هستن و فهم این اولا باید از کتاب و سنت ثابت بشه، ثانیاً فهمش هم منوط هست به درک درست ما از کتاب و سنت رسول صلی الله علیه و سلم. من قلبي الحيران ناديت
قلبي الحيران ناديت يا منان وأمرني بالغفران وزدني إيمانا ذنبي تعلاني للذل أردني ذنبي تعلاني